رفقای ما تعریف میکرد، گفت امسال 40 رفته بودیم کربلا، منزل میزبانی وارد شدیم، از ما پذیرایی میکردن. گفت ایشون برگشت گفت امسال قبل از 40 یعنی که زوار بیان، من پول جمع کرده بودم رفتم بازار مال فروش ها، یه گوسفندی خریدم آوردم منزل ذبحش کنم، آمادش کنم، فریزر بگذارم، زائر آمد گوشت اقلا منزل باشه براشون غذا بپزیم. دم در منزل گوسفند از ماشین گذاشتم پایین، گوسفند یک جستی زد رفت داخل خانه همسایه هم یه بیوه زنه با چند تا یتیمش. دویدم در خانه همسایه بگم این گوسفنده پرید داخل منزل شما. زن همسایه فکر کرد ما خودمون گوسفندو ول کردیم داخل منزلش، چادر به سر کرد، دوید دم در. آقا دست شما درد نکنه خیلی لطف کردید. من به غیرتمون برخورد بگیم گوسفند از دست ما در رفت، گفتیم ببخشید خلاصه کم بود، عذرخواهی میکنم، همین یه دونه بیشتر بضاعت ما نبود. گفت پیرزن دعا کرد و منم آمدم منزل. گفت وقتی آمدم منزل زنم گفت کو گوسفند؟ گفتم رفت تو خانه همسایه. گفت چرا نرفتی بگیری؟ گفتم رفتم بگیرم فکر کرد من خودم گوسفندو فرستادم، تشکر کرد روم نشد، به غیرتم برخورد بگم گوسفند در رفته. گفتیم مال شماست، حالا مهمونای خودمونو چیکار میکنی؟ گفتم پول قرض میکنم میرم میخرم. بعد از ظهر پول قرض کردم، فردا صبح رفتم بازار مال فروشا، گوسفند اول رو، گوسفند چشمگیری بود، ورداشتمش گفتم وزنش کن. وزنش کرد، گفتم پولش چقدر میشه؟ گفت خوش آمدی. یعنی چی خوش آمدی؟ گفت حساب شد آقا. کی حساب کرد؟ گفت سید الشهدا حساب کرده. چی داری میگی؟ امام حسین حساب کرده یعنی چی؟ گفت من دیشب آقا رو خواب دیدم، فرمود فردا اول مشتریت که آمد دست رو هر حیوانی پولشو من خودم بهت حواله